عثمان رضی الله عنه داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم خلیفه راشد شخصی مبشر به جنت ابوذر را از فتوا دادن منع کرده بودند. برای اینکه ابوذر یک مذهبی خاص داشتن، خاصتا به بایها سخت میرسید مذهبشون و با همراهی حضرت معاویه هم کشاکشی داشتن. حضرت معاویه مکتوب کرده بودن به عثمان، شکایت کرده بودن به حضرت عثمان، حکم کردن که حضرت ابوذر مدینه را ترک کرده رفته در ربده زندگی کند، یعنی فتوا ندهد. بعد یک آدم آمده گفت که تو را آخر عثمان از فتوا دادن من کردن کو، تو باید درس نگویی، یعنی از نام شریعت گپ نزنی. بعد حضرت ابوذر گفتن که اگر شمشیر آورده به قفام مانتونم و من گمان کنم که تا جانم بر آمدن یک حدیث به مردم میرسونم. حافظ ابن حجر گفتن که این دلالت میکند که اگر پادشاه از امر معروف، از نهی منکر، از رسانیدن شریعت، از دادن فتوا عالم اسلام را منع کند، اطاعت کرده نمیشد. بعضی‌ها اطاعت کرده می شود، می گفتگی ها آخر می ترسند دیگه، امکان ندارند دیگه، یا اینکه خودشان نمیخواهند مثال زندان شدن یا کشته شدن. برای همین وقتی که من کرد خاموش میشینم و شاید در پیشگاه الله تعالی عذر آماده کرده باشند. لیکن ابوذر غفاری صحابه هست، گوش نکرد به سخن عثمان رضی الله عنه و سخنش رو دوام دادن میگرفت. بنابراین حافظ ابن حجر بسیار استنباط خوب کردن در فتح الباری که این دلالت میکند که فتوا یعنی فتوا و رسانیدن شریعت الله امر کردگی است. یگان کس از اهل زمین اگر منع کند و اطاعت کرده نمیشد. برای آنکه اگر علم را نرساند به دهانش لجام آتشین زده میشد روز قیامت. این بین دو آتش است، آتش دنیا و آتش آخرت. اگر رساند از جانب پادشاه عذاب داده میشد، یا زندان میشه یا کشته میشه. اگر نرساند از جانب الله تعالی عذاب داده میشد، هم در این دنیا هم در آخرت. و این علم نه برای شهرت، نه برای پول جمع کنی، نه برای دیگر و دیگر، نه برای مناقشه کردن، نه برای علم خود را ظاهر کرده من صاحب فهم، من صاحب حکمت، یگانه آدمی که شریعت را میفهمد اینم هر کس فتوا ندهد، اونا فهم ندارند، علم ندارند، فقه ندارند، حکمت ندارند، خود را از دیگرها بالا گرفتن یا مناقشه کردن. این علم را اصلا کسی برای مناقشه یا برای در جدال و مناقشه غلبه کردن، جاهل ها را سکوت کنانیدن، عالم ها را مناقشه کردن کسی آموزد، لم یرح رائحة الجنه، بوی بهشت را نمی چشد. و حالا که بوی جنت از مسافه 70 سال یا 40 سال این راه به مشام میرسد، گفته روایت ها هست. یعنی این علم انسان به خاطر الله تعالی می آموزد، به خاطر الله تعالی تعلیم می دهد تا اینکه مردم گمراه نشوند، تا اینکه مردم فردا روز قیامت لعنت میکنن. الله تعالی در دو جای سوره بقره نقل کرده است. بنابراین حضرت ابو هریره میگفتند که لولا آیتان فی کتاب الله ما حدثت احدا، اگر در قرآن کریم دو آیت نمیشد منم حدیث نمیگفتم. منم چی زور آمده است که حدیث گم؟ اگر دو آیت نمیشد من به مردم حدیث نمیگفتم. یکیش ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اونایی که شریعت را به مردم نمیرسونن، علمی که الله برای آنها داده است پنهان میکنن و کدام سبب نباشد اگر علم پنهان کنند، آنها را الله تعالی لعنت میکند و لعنت کننده ها لعنت میکنند. در دوامش که اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، برای این خیل آدم ها لعنت الله، لعنت فرشته ها و تمام آدم ها گفت، حتی کافرها هم لعنت میکنه. برای چی؟ برای اینکه اگر شما ما رو دعوت میکردید ما امروز مسلمان میشدیم، میگفت کافرها. بنابراین مجال دعوت وسیع هست.
یک انسان ممکن برایش الله تعالی توفیق میدهد با زبان کافرها آنها را دعوت میکند. یک آدم این خیلی توفیق ندارد در مسجد نشسته درس میدهد. یک آدم عموما این خیلی توفیق ندارد، توفیق کتاب نویسیدن دارد. هر کسی با هر راهی که توانست علم را رساند. ببینید از حضرت ابوذر غفاری عبرت گیرید. گفت که اگر تا همین شمشیر در آمده نشه دانم که من یک جمله از حدیث شریعت میرسونم.